سلام ستون گنگ خودم. آقا چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی من. ستون گنگ امروز قراره که بهتون آموزش بدم که چه جوری FFAR لجند رایگان رو بگیرید و تازگی‌ها به بازی اضافه شده به صورت ایونت. و تا آخر ویدیو تماشا کنید، لایک کامنت ساب فراموش نشه. و اینکه آقا بدون منطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا میزنیم بخش ایونت و میزنیم گزینه سوم و یه ایونت جدید به بازی اضافه شده که دارید میبینید و میزنیم. به نازم FFAR رو ببینم. من که البته دانلود ندارم، ولی خب FFAR طرحش خیلی خفن هستش. حالا چه جوری باید بگیرید؟ خب یه سری ماموریت ها داره که اگه این ماموریت ها رو انجام بدید به شما مثل حالا سیکرت کش مثل پازل میده. خب ولی خب اینجوری گیتاریه، مثلا باید گیتار جمع کنید. حالا چه شکلیه؟ دو تا ماموریت داره، دو دسته ماموریت داره. یکیش مثلا باید تکی انجام بدید، یکیش هم مثلا با فرنداتون، مثلا با دوستاتون باید انجام بدید. حالا ماموریت های تکیش چیه؟ مثلا اینه که آقا 15 دقیقه بازی کنید، نمیدونم 3 روز مثلا 3 روز مثلا بیاید داخل بازی، 5 روز بیاید داخل بازی و 20 تا کیل بزنید، 30 تا کیل بزنید، 50 تا کیل بزنید، 80 تا کیل بزنید. فرقی نمیکنه مولتی یا بتل. اگر حالا مولتی پلیر مولتی، حالا بتل فرقی نمیکنه. حالا مهم اینه که مثلا 80 تا کیل بزنید، 50 تا 30 تا 20 تا کیل بزنید که بهتون یا 3 تا از این گیتارا میده، 5 تا از این گیتارا میده که من از 200 تا 5 تا دارم. اگر به 200 تا برسه شما میتونید این FFA رو بگیرید. این ماموریت های تکیش بود، ماموریت هایی که میتونید تک نفر انجام بدید. تیم اپ تاسک. تیم اپ تاسک چیه؟ بعد با رفیقاتون انجام بدید. مثلا چیه؟ اینه که یه ذره خب ماموریتش سخت‌تره و اینه که شما مثلا یه دونه کد داره، این کد رو بعد شما مثلا کپی کنید و مثلا به دوستاتون بفرستید و مثلا حالا دوستاتون هم مثلا از طریق اون کد شاید مثلا به بازی بیان و مثلا قبول کنن. شما میتونید مثلا اینا اینوایت مثلا میدی و میتونید که مثلا اینجا تیم اپ میتونی انجام بدید و اینا هم ماموریت های خاصی نداره. مثلا اینجا مثلا یه بار با دوستت پلی بدی، 3 مچ مثلا با رفیقت پلی بدی یا با دوستت پلی بدی که میتونید مثلا 5 تا از این گیتارا بگیری، یه دونه از این گیتارا بگیری، 2 تا از این گیتارا بگیری. و اینجا مثلا الان من 5 تا گیتار دارم، میتونم اینا رو بگیرم یا به صورت یه روز این FFA خوشگل رو بگیرم یا بقیه چیزای دیگه داره. ولی خب اینجا الان از 200 من 5 تا گیتارشو جمع کردم. اگر 200 گیتار جمع کنید در سریع‌ترین حالت ممکن میتونید این FFA رو بگیرید. و ستونای گنگ آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. لایک کامنت فراموش نشه. خیلی خیلی دوستتون دارم. خیلی عشق. تا ویدیوی دیگه پیس اوت.